الشکر و دعا نوشته که در کشورهای حاشیه خلیج فارس سالانه بین 15 تا 18 میلیارد دلار صرف زیورآلات و وسایل آرایشی زنها فقط تو چند تا کشورهای حاشیه خلیج فارس میشود. بین 15 تا 18 میلیارد دلار. این زمانی داره مطرح میکنه که اون جزوه رو اون کتاب رو نوشته، یعنی سالهای پیش. جشن عروسی جشن عفت و پاکدامنیه. اونجا نطفه بسته میشه، باید مراسمش هم برنامه هاش هم مطابق با عفت و پاکدامنی و شرم و حیا باشه. میخوایم به شرم و حیا برسن دخترها و پسرامون با بی شرم و حیایی؟ جوانا مشروب میخورن، ارکستر هم میزنه، سکران، زنها هم بهترین آرایش، اختلاط. اذان صبح میگه هنوز میزنن، با اذان هم تعطیل نمیکنن. بعضی همسایه‌شون میمیره بازم میزنن، همسایه‌شون مرده، مریض بوده مرده، 3 شب و 3 روز زدن تا ساعت 4 صبح. این چه جشن عفتیه؟ نتیجهش آمار طلاق تقریبا تو کشور ما به نصف رسیده. از 1/4 ازدواج ها قبلا طلاق بود، الان نزدیک به نصف شده و 13 میلیون نفر در کشور ما تو ترافیکن، به سن بلوغ رسیدن، نمیتونن ازدواج کنن. اولین